سلام، شبتون بخیر. بچه توی استوری قبل مراجعه کننده عزیزی که من داشتم، یکی از دوستای خیلی نازنینی بود که اومده بود مطب و فکر میکرد به خاطر دندون قروچه این مینای پایین دندوناش رفته. این محل اتصال حالا لثه به دندون تمام زرد شده بود، خورده شده بود یه جاهایی و بهشون گفته بودن که به دلیل دندون قروچه است. نه، وقتی که این ناحیه پوسیده میشه یا ترشی زیاد مصرف شده و اینکه یه باور دیگه که خیلی خیلی تأثیر گذاره و اکثر مراجعه کننده ها، حتی خود من موقعی که حالا این رشته رو نخونده بودم فکر میکردم این بود که اگه از مسواک هارد یا مدیوم استفاده کنم دندونامو بیشتر تمیز میکنه. بعد هی شروع میکردم با این مسواک زبر استفاده کردن که دندونام بیشتر تمیز بشه. بعداً خوندم و فهمیدم که این مسواک زبر با اینکه ما فکر میکنیم که دندون رو بیشتر تمیز میکنه، این کار رو انجام نمیده. مینای دندون رو بیشتر تخریب میکنه، باعث پوسیدگی و خوردگی این ناحیه ها مخصوصا بیشتر میشه. الان خود من مسواک سافت و خیلی وقتا اولترا سافت استفاده میکنم، با اینکه همه فکر میکردیم و فکر میکنیم که هرچی مسواک زبرتر و نیروی دست بیشتر باشه بیشتر تمیز میکنه، در صورتی این کاملا اشتباه. اومدم اینو واسهتون توضیح بدم. برم